سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام الگوی این کلاه جذاب و زیبا رو براتون بگم که شما بتونین تو این فصل ازش استفاده کنین. برای این کار ما میتونیم از پارچه جین، از پارچه مخمل، فوتر یا سویت استفاده کنیم. برای اینکه ایستایی کارمون خیلی بهتر شه بایستی پارچمون رو لایه‌کوبی کنیم، یا به وسیله اسلشن یا به صورت یا به وسیله لایه پرشین میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما به یه کار رویه نیاز داریم و به یه آستر و یه قسمتی که میخوایم فوم بخوره برای قسمت جلوی کلاه. بریم که الگوی این کلاه رو براتون طراحی کنم. برای کشیدن الگو من یه تیکه کاغذ برداشتم، خط وسطش رو به دست آوردم و تا کردم. شما میتونید مستقیم روی پارچه این کار رو انجام بدین، چون الگویی که براتون میگم زاپاس دوختش روی خود کار هستش. خب برای قسمت میتونیم مستقیم روی پارچه این کار رو انجام بدیم، میتونیم روی الگو هم بکشیمش، بعد قطعات رو روی پارچه برش بزنیم. الگویی که براتون میگم با زاپاس دوختش هستش. خب برای این کار ببین یه دولوی بسته داریم، یه دولوی باز. از قسمت دولوی بسته از این لبه حدوداً 7 سانت داخل میشم، از این قسمت 7 سانت، بلندیش 20 سانت باشه، یعنی خط میکشم به اندازه 20 سانت. اینجا 7 سانت، اینجا 20 سانت. خب خطوط رو میکشم به این صورت. 6 سانت رو علامت میزنم. از این قسمت 6 سانت بالا رفتم، این تیکرم نیم سانت داخل میشم و طراحی قسمت لبه کار رو انجام میدم. اینجا نیم سانت. خب برای قسمت بالای کار میتونم با دست یا با پیستول این کار رو انجام بدم. ببینین به این صورت این علامت بزنین، خیلی ضعیف نباشه، یکم پر طراحی بشه. یعنی پیستوله رو از این قسمت به این شکل قرار میدم. ببینین به این شکل پیستوله رو قرار میدم. این قسمت تیکه های کلاه منه. خب الگوش آماده شد. من از این الگو 6 تا برای رویه نیاز دارم، 6 تا برای آستر کار. میتونیم دوتا جنسیتش یکی باشه، میتونیم هم قسمت داخلش رو جنس دیگه استفاده کنیم، از یه پارچه دیگه استفاده کنیم. این دیگر جدا میذارم. حالا برای طراحی قسمت جلوی کلاه باز از همین دولوی بسته استفاده میکنم. الگوی جلوی کلاه از این قسمت از دولوی بسته 11 سانت داخل میام و بلندی 14 سانت، 14 تا 14 و نیم. به این شکل کارتشو میبندم. از دولوی بسته 5 و نیم بالا میرم و 2 سانت گونیا میشه. از این قسمت 5 و نیم بالا رفتم. این قسمت رو با دست یا با پیستوله طراحی میکنم. از قسمت بالام 2 سانت گونیا میکنم و طراحی کارم رو انجام میدم. اگه براتون سخت هستش میتونیم با پیستول این کار انجام بدیم. این دو ریز کار منه. این قسمت جلوی کارم قرار میگیره. برای ایستایی بهتر این قسمت جلوی کار بایستی از فوم استفاده کنید. فوم رو به صورت دولایی در میاریم و به دوتا قسمت کلاه میچسبونیم و ایستایی خیلی زیبایی به ما میده. این هم قسمت لبه کلاه. ببینید کارو این قسمت دولای فوم قرار گرفته. من 2 تا فوم
برای این کار میخوام توجه داشته باشین چون الگوی ما زاپاس دوخت داره، فوم بدون زاپاس باشه، یعنی نمیشه روی فوم اینجا بدوزیمش، من که خیلی خوش میشه. بهتره که الگوی فوم 1 سانت زاپاس دوخت رو ازش کم کنیم و لابلای کار قرارش بدیم.